سلام علیکم. اسم من کامبیز سخاییه. امروز تصمیم گرفته بودم راجع به وضعیت فعلی و جنگ و اینی که ما چه کار بکنیم صحبت بکنیم. ببخشید من یه مریضی دارم که باعث میشه نفسم خیلی تنگ بشه. اینی که اگه صدای خود ناجوره دیگه شما به بزرگواری خودتون ببخشید. اولش من تصمیم داشتم راجع به جنگ و نقش هر کدوم از سه طرف درگیر توی این جنگ، یعنی اسرائیل و آمریکا و جمهوری اسلامی صحبت کنم و ریشه های هار شدن این سه تا کشور رو در سرمایه‌داری جهانی و مکانیزم‌های عمل کرده اون ردیابی کنم و نشون بدم که چرا تو شرایط کنونی هر سه تا قدرت مذکور به ذلت افتادن و اگرچه راه نجات خودشونو تو کشتار مردم جستجو میکنن، ولی هر سه تاشون مثل خر تو گل موندن و وضع هر روز از روز قبل خرابتر میشه و اینام نمیدونن چی کار بکنن. این تصمیم من همونجوری که گفتم این بود که راجع به این قضیه صحبت کنم، یعنی برم بکاوم ببینم سرمایه‌داری و مکانیزما و عملکردهای انباشت بدوی اون گرفتار چه تناقضاتی هستن که یه همچین عواقب سیاسی و اجتماعی به بار میاره. ولی بعدا متوجه شدم که این بحث یه کمی ما رو از موضوع اصلی دورتر میکنه. موضوع اصلی که بررسی نیروهای انقلاب و روش‌های مبارزاتی با اونهاست. اینه که تصمیم گرفتم بیشتر بپردازم به این موضوع که اصولا این قضیه هار شدن اینا چجوریه و توی یه جلسه دیگه ای احتمالاً توی این هفته یا هفته دیگه بحث مشکلات انباشت سرمایه و گرفتاری‌ها و تناقضاتی که سرمایه‌داری جهانی باش دست به گریبانه رو مورد بحث قرار بدم و نشون بدم که ریشه استراکچرال و ساختاری این قضایا و این مشکلاتی که آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی باش دست به گریبانن چیه و آیا راه نجاتی با وجود این سیستما ممکنه، یا اینکه اینا اگر میخوان یه راهی پیدا بکنن، یه برون رفتی برای خودشون متصور بشن، مجبورن که شکست رو بپذیرن و سقوط نظام هایی که تو کشورهای خودشون حاکمه، یعنی چه آمریکا، چه اسرائیل و چه جمهوری اسلامی. حالا چرا این قضیه رو من اینجور دارم خدمتون عرض میکنم؟ اینه که بذار بپردازم به این قضیه که نقش مبارزین توی جنبش فعلی چیه، یعنی نقش کارگرها و کمونیستا، آنارشیستا، روشنفکرا، ملیت‌ها و از همه مهمتر البته زنا و غیره. پیش از هر چیز میخواستم این مسئله رو تصریح کنم که در مورد مبارزین و نقش آنها حرف آخر و جنبش زن زندگی آزادی زده، یعنی چیزی که اونا مطرح کردن کنه قضیه و قلب مشکل رو نشونه گرفته. به همین دلیل هم هست که سپاه پاسداران خارج از کشور و مامورای وزارت اطلاعات، یعنی همون طرفدارای رضا پهلوی، با هر دستاویزی میخوان اسم جنبش اقلا عوض کنن. به جای جنبش زن زندگی آزادی میگن جنبش ملی ایران، جنبش طرفداری از سلطنت. رضا پهلوی و
یاسمین پهلوی و اینا به زور میخوام بگن آقا بگین ماییم رهبر این قضیه. یعنی آدمای بیشعور و احمقی که حتی 2 تا جمله فارسی معمولی رو بلد نیستن دنبال هم بیان بکنن و بلد نیستن یک چیزای کوچیکی تو زندگی خصوصی خودشون رو راست و ریس بکنن، ادعای رهبری جنبش انقلابی رو دارن و برعکس معتقدن که اون کسایی که به این خوبی و با این درایت جنبش به این بزرگی زندگی آزادی رو هم شکل دادن، هم به خوبی شعاراشو تعیین کردن و به حق لایق اینن که این جنبش به نام اونها خونده بشه، این 4 تا احمق میخوان اونا رو بزنن کنار و بگن که اولا تمرکز و در ثانی رهبری خیلی مهمه، اونم ماییم. و این در حالتیه که چقدر زحمت کشیده این جنبش زن زندگی آزادی که بگه ما تمرکز نداریم و ما به هیچ نوع رهبری و قیادت و ولایتی گردن نمیدیم، ما نوکر هیچ کس نیستیم. خیلی اصرار داره این جنبش که نذاره این بهشون تحمیل بشه آقا فلانی رو بکنید رهبر، نمیخوان. یعنی این جنبش زن زندگی آزادی از آغاز خودش مبتنی بوده بر خودانگیختگی و آزادی و تشکیلات پراکنده و سازماندهی افقی و غیر هیرارشیک. هیچ وقت این جنبش نگفته که فلانی رهبر ماست، در حالی که انسان‌های خیلی لایق بودن و هستن که به خوبی میتونن یه همچین ادعایی بکنن، ولی نه اونا نه بقیه مبارزین و شرکت کننده های توی این جنبش حاضرن یوغ رهبری رو به گردن بگیرن. البته این خاص ایران نیست، تو جنبش های رهایی بخش دیگه هم هر جا که فمینیستا و زنا و کارگرا تو کانون اون قرار داشتن ما شاهد همین مسئله بودیم. دغدغه زنا همبستگی و همدلی با همه دردمنداست، نه رهبری و هدایت آنها. یعنی هی بلافاصله نمیگن رهبری کیه، ما رهبریم، رهبری رو باید اطاعت کنیم، از این حرفای مزخرف. توی این جنبش ما هم کسی از کسی نه دستور میگرفت و نه سفارش میکرد که دیگران باید از یه رهبری دستور بگیرن، حالا چه برسه به رهبر خودخونده، رهبری که اصلا کسی نمیشناسدش و یارو اینقدر عقلش کمه که به سختی بشه گفت که این یه نوزاده یا یه آدمه، واقعا هنوز نمیتونه اسم خودشم درست تلفظ بکنه. پس خصوصیت اصلی جنبش ما عدم تمرکزه. عدم تمرکز، مبارزه با ولایت و قیادت و مبارزه با آقایی و بندگی. این جنبش اصولاً ضد هر نوع آقایی و بندگی، هر نوع ولایت. هیچ کس رو صغیر نمیدونه. نه فقط میگی که این مسلمان ها که اینقدر بیشعورن که خودشون معتقدن آره باید یه کسی ولی ما باشه، ما یه ولی فقیه میخوان، حالا اونا که دیگه کارشون روشنه، یعنی خودش میگه من صغیرم، من آدمی هستم که لایق این که امورات خودم رو به دست خودم بگیرم نیستم. اضافه بر مسلمان ها کسای دیگه هم هستن که به همین حد از حماقت برنامه میذارن، مثلا طرفدارای رضا پهلوی، سلطنت طلبان.
میگن ما یه آدمای بیشعوری هستیم و یک کسی، حالا یه روز میگن این کس وکیل ماست، مثل ما خودمون نمیتونیم حرف خودمون رو بزنیم، ما یه وکیل میخوایم وکیله به نام ما یه چیزایی رو بگه. حالا دیگه دیدن وکیلم کمه، گفتن نه اصلا ما شاه میخوایم، شاه هم تصمیم میگیره چی بگیم چی نگیم، چه کار بکنیم، با کی مبارزه کنیم، از کی طرفداری کنیم و غیره. یه عده‌ای هم که خب بدبختا معلوم نیست از کجا اومدن و اینقدر ذلیل و بدبخت و بدون آینده هستن که اومدن اعلام کردن ما طرفدار همین بیشعوریم که به ما میگه شما احمقید. یعنی یه عده‌ای که یه روزی خودشونو روشنفکر قلمداد میکردن، حالا رفتن دست و پای این یارو آشغاله رو میبوسن و ازش خواهش تمنا میکنن که تو بشو ولی ما و ما به عنوان صغیر و محجور از تو خواهش میکنیم برای ما تعیین تکلیف کنیم. یعنی به فرض که از دست مسلمونا و آدمکشای جمهوری اسلامی آزاد شدیم، آدمکشای تو میفتن به جونمون و اونا وادارمون میکنن که زیر تهدید ناخن کشیدن و شلاق و این چیزا بیایم بگیم جاوید شاه. حالا چرا من میگم که توی این جنبش ها خصوصیت اصلی توی جنبش ما برخلاف اون جنبش ولایت خواه و نوکر صفت طرفدار جمهوری اسلامی و سلطنت، چرا توی این جنبش ها عدم تمرکز و نبود رهبری و ولایت و قیادت مهمه؟ اجازه بدید دونه به دونه یه مروری بکنیم از عناصرش. گفتیم که زنان که اصلا دغدغه اصلیشون همبستگی و همدلی با همه دردمندان و رهبری دردی از دردای اینا رو دوا نمیکنه. با رهبری نمیشه یه کاری کرد که آدما احساس خوبی بکنن و خودبودگی خودشون رو تحقق بدن. در مورد روشنفکران و یا ملت‌های تحت ستم هم همین قضیه رو میشه گفت. مثلا همونجور که کارگرا مثل زنا خالق زندگی و با کار و فعالیتشون حیات و تداوم میبخشن و زندگی و امرار معاش اونا مستلزم برآوردن احتیاجات دیگرانه، به همین ترتیب هم اینها نمیتونن طرفدار این باشن که دیگران فقط احتیاجات اینا رو برآورده بکنن، یک چیزی از دیگران بخوان. کارگر زندگیش وابسته است به اینی که ببینه چه احتیاجاتی وجود داره و با کار و فعالیت خودش اون احتیاجات رو برآورده بکنه. به همین ترتیب هم حال و روز روشنفکران که زیر فشار اختناق مذهبی و سلطنتی له شدن و بهشون اجازه پرواز خیال داده نشده، همیشه صاحبان زر و زور بودن که صدای اونا رو در گلو خفه کردن و بهشون گفتن که چی بگو چی نگو. یعنی همیشه روشنفکرها از ابراز وجود محروم بودن، چون صاحبان قدرت و پول تعیین کردن که چه حرفایی اجازه گفتن داره و چه حرفایی اجازه گفتن نداره. حتی اجازه فکر کردن راجبشون نیست. پس روشنفکرها هم
آزادی بی قید و شرط خیلی براشون مهمه. این جریان در مورد خلقای تحت ستم از این هم وخیم‌تره. یعنی کردا و ترکا و لورا و بلوچا و عربا و دیگر ملیت‌هایی که تو ایران هستن حتی اجازه ندارن به زبان خودشون سخن بگن، درس بخونن. و اگه بخوان بگن ما ایرانی هستیم باید اول بگن ما فارسیم، یعنی اونی که هستیم نیستیم. نمیتونه آدمه بگه بابا جون من کرد ایرانم، سابقه تاریخیم هم اگه بیشتر از فارسا نباشه به اندازه فارساست. یا اصلا کردم، نمیخوام بگم کرد ایرانم، کردم و مبارزه میخوام بکنم با اختناق و برای آزادی مردم کردستان. اگه کسی دیگه هم میخواد مبارزه کنه من باهاش حاضرم متحد باشم تو این مبارزه. دشمن مشترک داریم. اون وقت پسر شاه همین یارو رضا پهلوی با کمال بیشرمی، کسی که پدر خودش تو سوئیس درس خونده، نمیاد بگه که بابا سوئیس یه کشوریه که یه عده‌اش ایتالیایی، یه عده‌اش آلمانی و یه عده‌اش فرانسوی صحبت میکنن و هیچ کدوم از اونا به اون یکی نمیگه تو حق نداری اینجوری صحبت کنی، یا تو سوئیسی نیستی چون آلمانی حرف میزنی یا ایتالیایی حرف میزنی. این آدم حتی از گفتن این حرف هم ابا داره. حالا یا ابا داره یا میترسه یا انقدر بیشعوره و بیخبره که حتی نمیدونه باباش کجا درس خونده و اون جایی که درس خونده چه شرایطی بوده. چون خودش هم هر روز میگه من درس خوندم، ما بالاخره نفهمیدیم این چی خونده. هرچی خونده خیلی از دنیا بیخبره بیچاره. خلاصه با این نکته هایی که گفتیم باید بگیم که خواستای انقلاب ما کم و بیش تو این اصولی که الان خدمتتون عرض میکنم فرموله شده. اول آزادی بی قید و شرطه. دوم آزادی ملل، یعنی حق تعیین سرنوشت خلق‌هاست تا حد جدایی. یعنی هیچ کس به خلقا نمیتونه بگه تو مواظب باش یه وقت حرفت به استقلال طلبی تجزیه طلبی نرسه. به تو چه؟ هر کسی خودش تصمیم میگیره با یکی دیگه متحد باشه. نمیشه من بگم تو یا متحد من باشه یا با تیر میزنم تو مغزت. این که اتحاد نمیشه، میشه زیر دست بودن، انقیاد. بعد حق مساوی زنا به شرکت در تمام شئون زندگیه. هیچ حقی از زنا نمیتونه سلب بشه. بعد مسئله نابودی اسلام به عنوان ایدئولوژی تحقیر انسان و تجاوز و شکنجه است. یعنی اسلام نمیشه گفت امر خصوصیه و یه عده‌ای میخوان تو دل خودشون به اسلام اعتقاد داشته باشن. یعنی چی تو دل خودشون؟ یعنی تو دل خودشون به یه بچه 9 ساله بخوان تجاوز کنن، یا اگه زن اسیر جنگی بود یا مخالف سیاسی بود بهش تجاوز کنن، یا اگه کسی دینش رو عوض کرد، مسلمان زاده بود ولی نمیخواد دیگه مسلمان باشه، بکشنش. اینا امر خصوصیه، امر خصوصی مسلمان ها. همچین چیزی نیست. اسلام ایدئولوژی تحقیر انسانه. تجاوز و شکنجه و اینا هم جز جدایی ناپذیر اسلامه. از محمدشون همینطور بوده، به یه بچه 8-9 ساله تجاوز کرده و زنای اسرای جنگی رو، یعنی اول اون اسرا رو کشتن و شب همون روز به همسرشون و دخترشون و اینا تجاوز کردن.
این از پیغمبرشونه که معصومه برای اینا. بعدیاش دیگه اماما هن که از اون کثیف‌تر و بعدش هم خلفا. پس اسلام مثل نازیست، باید باش برخورد جدی بشه. بعد مسئله سلطنته. سلطنت هم به عنوان اصل ولایت و نوکری و بردگی باید باش مبارزه بشه. سلطنت اینجور و اونجور نداره. سلطنت بر این اصل پایه‌گذاری شده که آدما نوکر یک کسی هستند چون یه ژن خاصی داره. هیچ دلیلی نداره که شما به عنوان شاه ادعا بکنید که دیگران برده و عبد و عبید شما باشن. فقط چون شما توی خانواده دنیا اومدین میشین شاه و دیگران رعیت شما هستن، نوکر شما هستن، تحت انقیاد شما. حالا البته این بحث پیش میاد که خب چرا این خاندان کثیف پهلوی بشه نماینده سلطنت؟ چرا قاجارا نباشن؟ چرا زندیه نباشن؟ چرا سلجوقی ها نباشن؟ اخیراً یه شاهزاده سلجوقی ادعا کرده که منم نماینده. به هر حال اصل سلطنت چیز کثیف و ضد بشریه. بعد مبارزه برای برانداختن سرمایه‌داری به عنوان نابود کننده زندگی و آزادی و زنانگیه. سارا اون دفعه یه توضیح خیلی خوبی داد که حالا ما باز دوباره هم دفعه دیگه مفصل راجبش بحث میکنیم که سرمایه‌داری یعنی تسلط کار مرده بر کار زنده، کاری که متحجر شده و مرده به صورت ماشینالات و مواد اولیه زندگی کارگر رو که کار زنده باشه رو تعیین میکنه و حاکم بر اونه. بنابراین این نکاتی که گفتیم همه در جنبش زن زندگی آزادی خلاصه میشه. زندگیش که گفتیم کار مرده بر کار زنده باید سلطه خودش رو از دست بده. آزادی یعنی کارخونه و اداره و زندان و هر جایی که آدما خودبودگیشون نفی میشه باید از بین بره و آدما بتونن اختیار خودشون رو تو دست خودشون داشته باشن، خودشون تصمیم بگیرن برای زندگی روزمره. و زنانگی که گفتیم یعنی داشتن دل دردآشنا، زن، زندگی، آزادی. خب حالا که یه اشاره مختصری به نیروهای انقلابی و جنبش توی ایران کردیم داشتیم، اجازه بدید یه بحث کوتاهی هم در مورد استراتژی و تاکتیک جنبش داشته باشیم. همونطور که گفتیم جنبش ما یه جنبشیه که از پایینه، غیر هیرارشیکه و رهبری متمرکز نداره. این جنبش فقط هم خاص امروز ما نیست. از یه طرف تو تاریخ معاصر خودمون ریشه داره و ما مثالهای زیادی از چنین برخوردی رو تو انقلاب مشروطیت داشتیم. انجمنهای ایالتی و ولایتی و ستارخان و باقرخان و امثالهم. این انجمنها همون اشکال اولیه شوراها بودن. اینا معتقد بودن که شوراها که از پایین به وجود میان و مردم عادی کوچه و بازار عضوشون هستن، اختیار تصمیم گیری در مورد مالیات ها، چیزای نظامی، تولید، توزیع مواد غذایی اولیه
و مالیات ها و خلاصه امور مملکت میشه دست این انجمنهای ایالتی و ولایتی و اینا از جاهای کوچیک شروع میشه، از محلات شروع میشه، میرسه به جاهای بزرگتر تا شهرها و کشور و نماینده ها مثل مال پارلمان بورژوایی نیست که انتخاب میشن و میرن اونجا برای خودشون هر جوری میخوان تصمیم میگیرن. نماینده ها خودشون مستقیما همون آدمایی هستن که توی این محله ها، توی کارخونه ها، توی مدارس غیره دارن کار میکنن. یعنی تصمیم گیری و اجرا از هم جدا نیست و هر لحظه قدرت اونا میتونه ازشون گرفته بشه و کسی دیگه ای به جای اونا این بشه نماینده. این انجمنهای ایالتی و ولایتی بودن. یه خورده بعد از انقلاب مشروطه ما شاهد یه پدیده‌ای هستیم که رسما به خودش میگه شورا و طرفدار دموکراسی شورایی هست که بعداً هم میشه سوسیالیسم شورایی. ما جمهوری سوسیالیستی گیلان رو داریم که احسان الله خان و یارانش در صدد برقراری اون بودن. این جمهوری سوسیالیستی، جمهوری شوروی، با شوروی اتحاد جماهیر شوروی که لنین و بعداً استالین در رأسش قرار داشتن به کلی متفاوته. عمدتاً این جمهوری شوروی گیلان طرفدار دموکراسی شورایی از نوعی که پانکوک و روزا لوکزامبورگ و آدمایی مثل اونا طرفدارش بودن و اولین رئیس جمهور این جمهوری شوروی هم احسان الله خان دوستدار بود و احسان الله خان دوستدار این برخوردش رو سعی کرد توی جمهوری شوروی گیلان پیاده کنه که از یه طرف میرزا کوچیک خان و جناح راست جنبش جنگل به جونش افتادن که هنوز مذهبی بودن. یعنی میرزا کوچیک خان انقدر مذهبی و ضد آزادی بود که حتی حیدر مغلو رو که نرمترم بود و طرفدار همکاری با جناحهای دیگه بود سرشو برید. یعنی میرزا کوچیک خان قاتل حیدر مغلوه. از اون برم رضا شاه و انگلیسا حمله به جمهوری شوروی گیلان رو تدوین کردن و حمله کردن و دیگه چون احسان الله خان متوجه شد که خطر کشتار زیاد هست عقب نشینی کرد و رفت شوروی، پناهنده شد به شوروی و تو شوروی اعدامش کردن. یعنی احسان الله خان رو شوروی ها کشتن. حتی رضا شاه نتونست ولی اونا تونستن و این کار کردن. ولی تو همون مدت کوتاهی که جمهوری شوروی گیلان، شوروی به معنای انقلابی و طرفداری از کمونیسم شورایی، دموکراسی شورایی، توی اون جمهوری حکومت متمرکز وجود نداشت و حزب اجازه نداشت خواستای رهبران رو به شوراها دیکته کنه. همونجور که گفتیم نماینده ها قابل فسخ بودن تو هر زمانی و همه تصمیمات از پایین اتخاذ می شود. حالا امروز هم ما میخوایم بر مبنای دموکراسی شورایی و آزادی بی قید و شرط و حکومت غیر متمرکز
جامعه خودمون رو سامان ببخشیم. ما میخوایم از هیچ کس و هیچ ارگانی اطاعت نکنیم. هر کسی برای خودش تصمیم میگیره. اولین تصمیمات شوراهای ما باید الغای تمام نهادها و سازمانهای امنیتی باشه. ما میتونیم از محله ها، از جاهای کوچیک شروع بکنیم، از حمله به خونه های امن پاسدارا و نیرو مخصوص و خبرچینا شروع بکنیم تا برسه به نابودی وزارت اطلاعات و سپاه و یگان ویژه و اینا. یعنی تصمیمات شورا اول از میون برداشتن نهادهای امنیتیه و دوم نهادها و سازمانهایی که جلوی بهبود وضع اجتماعی اقتصادی مردم رو میگیرن. البته هیچ کدوم از اینا به معنای دولتی کردن این نهادها نیست، چون ما میخوایم اینجوری ذره ذره دولت رو از زمین بکنیم. یعنی وقتی میگیم نیروهای امنیتی از بین برن، منظورمون نیست که خودمون یه نیروی امنیتی جدید ایجاد بکنیم. وقتی میگیم نهادهایی که فقر رو تو جامعه بست میدن، منظورمون اون نیست که همون نهادها رو با اسم سوسیالیستی برقرار بکنیم. یعنی ما میخوایم کارخونه و مزرعه و اداره و هر جایی که مبتنی بر استثمار مردمه از بین برن و آدما بتونن به صورت اشتراکی حاکم بر وسایل تولیدی باشن که دارن باش کار میکنن. و توی همچین مبارزه‌ای تنها یار و مددکار ما خود مردمن، خود کارگرها، خود زنا، خود روشنفکرها، خود خلقای تحت ستم. ما کاملا واقفیم که نیروهای خارجی که برای غارت ما دندون تیز کردن هیچ سهمی در این رهایی نخواهند داشت. حالا میخواد اسرائیل باشه، میخواد آمریکا باشه، میخوادم یه جناح‌هایی از حکومت اسلامی باشه. خیلی ممنون از اینی که به عرایض من گوش دادین و امیدوارم که بتونیم دفعه دیگه مسئله رو در رابطه با سرمایه‌داری جهانی بررسی کنیم. خیلی ممنون.